سلام به دوستان گلم که دارن ویدیوی ما رو میبینن. بچه من دیشب گفتم برم بیرون یه دوری بکنم با موتور. سر یه چهارراه یه کمی سرعتم زیاد بود، ولی راه اصلی رو من داشتم میرفتم، یعنی راه با من بود در است. یارو اومد نه این ورو نگاه کرد نه اون ورو، از راست اومد با شدت زد به من. اینم شد نتیجه کار که سپر به این وضع اومد که رسما کلن له شده، گاب بغل رفته، پلاستیک زین هم پاره شده و حتی لوله هواچش هم پاره شده. بعد حالا انجین به این وضع اومد و اگزوز هم که میبینید کلی خراش و خط و خط برداشت و کلن یه وضعی شد. یعنی حالا این سپری که خدا رو شد گرفته بودیم برای همچین مواقعی که هیچ وقت سر هیچ کس نیاد، اگه نبود ما اینجوری صاف میرفتیم، یارو هم از راست اومد بیرون، پای ما هم اینجا 100% پام شکسته بود. دوستان حتما هر موتوری دارین یه محافظ سپر بخرین و بندازین، ارزش داره، خیلی هم ارزش داره. فردا فقط خیلی از ماشینا حتی نگاه نمی‌کنن، میگیرن این ور اون ور. لطفا شما حواستون رو بیشتر جمع کنین و مراقب خودتون باشین. عکس موتورم آخر ویدیو الان باشه میذارم، مراقب خودتون باشین و فعلا